برای من از دست دادن فرزند به نهایت درد سخت بود. من این را حتی تصور هم نمی‌کردم. یک بار چی شد که دست و دل شستید و خود رو از دنیای یوتیوب بیرون کردید؟ و سبب در سامانه‌های اینترنتی چند مدت ناپیدا بودنم هم این مصیبت عائلوی بود. شما هم آگاه هستید که فرزند خردی من، دخترچه من از دنیا گذشت با تقدیر. زنده باشه. چون که از زندگی شخصی من کلا بی‌خبر است. بله درست است. عبدالرحمن، همه اون گپ و آوازه و خبرهایی که نسبت من و حیات شخصی من میکنند و به من فشار میارند بعضی نفران، با دیدن دخترچه‌ام دوچند زیاد شد. با یک دیدن پدر به دخترچه خود تمام مهر و محبت خود رو میبخشد. چند مدت ها کم پیدا بود. از آدمان میگریخت، به زنگ‌ها جواب نمیداد و خود رو در یک گوشه تنهایی بیا محکم کرده بود. من تا همین لحظه در اینترنت در یگان برنامه اقرار نشده بودم. دوستان عزیز، اگر اهمیت داده باشید، مدتی 2 سال راه نمی شود که ما شرکت بخ را به شما توصیه می‌کنیم. شرکت بخ 13 سال کاری دارد و در طول فعالیت خود بسیار مهاجران عزیز را برده از سرحد گذرانده، دکومنت‌هایشان را به قول تخت کرده آورده است. با ماشین‌های کامفورت نیست و اینچنین سکیت‌های با نفوذ همه وقت مهاجران با او جلب می‌شوند. دوستان عزیز، اگر خواهید که بملال شما را برده از سرحد گذرانند و حجت‌هایتان را سریع وقت تیار کرده بیارند، پس به مشکلی شما میتونید به بخ مراجعت نمایید. سلام دوستان عزیز، مطمئنم که سلامت و سربلند هستید. امروز به سردی هوا نگاه نکرده ما خواستیم که برنامه جالبی خوش را که عنوان دارد نو به نو با چهره هنر پیشکش شما گردانیم. دوستان عزیز، امروز درباره نفری بهتون گپ میزنیم که مدت هاست کم پیداست. روزهای اخیر نه از او خطی است و نه خبره. چند پیش انیختنش 1 سال قبل برنامه‌های جالب او همگی را قایل گردانیده بود. ولی کجا شد، کجا رفت، دیگر از خود درکی نداد. امروز ما تصمیم گرفتیم که این نفری برای همه ما و شما عزیز را پیدا نماییم تا اینکه سر و اسراری تا امروز در دلش پنهان را به ما آشکار حرف زند. مهمانی ما هستند عبدالرحمن حکیم زاده. دریغا رفت عمری نوجوانی، دریغ از سوزشی عشق نهانی، دریغی قامتی بالای آدم، دریغی چهره زیبای آدم. جوانی ای جوانی ای جوانی، چرا تو اینقدر زود روانی؟ جوانی ای جوانی ای جوانی، چرا تو جاویدان با من نمانی؟ احسن، آفرین. زنده باشه. جوانی کن که خوشی های جوانی با تو زیبد. بهوده شاید نگفته است. آفرین برای یک صدای خوشی که این روز شنیدیم. زنده باشید رستم جان. تشکر زیاد برای دعوت، برای احترام. سرور سلام و پیام خود را به همه هواداران کانال مهراب پرو و تمام مخلصان و دوستان و اون نفرانی که ما را میشناسند و احترام میکنند میرسانم و تشکر میگویم به شما که این لحظه هایی که برای من بسیار لحظه های حساس هستند دعوت کرده تا از حیات امروزه من بهر مخلصانم قصه کرده باشید. عبدالرحمن، شروع میکنیم از یوتیوب کانال، چون برنامه‌های جالبی شما از تمام منبرها به چشم تماشاچیان میرسید و همگی را قایل گردانده بودید. یک بار چی شد که دست و دل شستید و خود را از دنیای یوتیوب بیرون کردید؟ راستی 4 مصرع سرودی که در آغاز برنامه من اینجا سر آوردم، این سرود نو است، هنوز پر کار کرده نشده است، به جوانی بخشیده شده است. اون لحظه ها، اون خنده ها، اون شوخی ها و اون همه
حزلی که در برنامه های قبلی که من تهیه میکردم بودند با مرور زمان دیگر من نمیتوانم که اون عمل ها رو اجرا کنم. وقتی که انسان روز از روز انکشاف می‌یابد، بزرگ میشود، دیگر با خودش روا نمی‌بیند. بسیار مخلصان در کامنتاری ها می‌نویسند که ما برنامه های شما رو به خاطر خنده های زیبایتون تماشا میکنیم. وقتی که شما میخندید با ما زود خنده میآید به لبانمون، ما هم میخندیم در برابر شما. ولی چند مدت شد که خنده قریب که لبهای ما رو ترک کرده است. از همین خاطر در فضای اینترنتی چند مدت شد که خودم رو دیده نمیتوانم و از این دور شدم. البته این سبب های خود را داشت. شما گفتید که از رفتن جوانی یک سالگی بسیار هم دلنشین سراییدید. من فکر میکنم که رفتن جوانی نشانه‌اش آن است که وقتی در سرت تورهای موی سرت سفید می شود، اون رو رفتن جوانی می نامد. ببینید در موی سری شما من بور یک دانه موی سری سفید رو ندیدم. چرا الکی تسلیم شدید؟ لحظه جوانی از همه لحظه شیرین حیات انسان است و واقعا هم بی ارزش است، برنگردنده است. زمانی که یک نفر اویله‌دار نیست، به سرخوشی و آزادی خود مشغول است، پروای دنیا ندارد، ولی نفر اویله‌دار می شود، صاحب فرزند می شود، دیدی او به زندگی تماما تغییر می یابد. از این خاطر من دیگر اون کار و عمل هایی که در برنامه های قبلی بود دیگر حالا نمی توانم و سبب در سامانه های اینترنتی چند مدت ناپیدا بودنم هم این مصیبت اویلوی بود. شما هم آگاه هستید که فرزند خردی من، دخترچه من از دنیا گذشت. با تقدیر زنده باشید. من تا هنوز به خود ناآمدم. بعضی ها میگویند که خیر کودکی 5 روزه بود، خرد بود، ولی من فکر میکنم که فرزند یک روزش هم فرزند است، 1 سالش هم، 20 سالش هم، 50 سالش هم. برای پدر و مادر سن و سال فرزند مهم نیست. مهم این است که او هم پاره لخت جگر پدر و مادر است، نه بسته از سن و سالش. و از همین خاطر من چند مدت نتوانستم که بهر مخلصان خود برنامه نو، سرود نو، کلیپ نو پیشنهاد کرده باشم. بعضی ها دوستان این را درک کردن، ولی نفرانی که آگاه نبودن، واقف نبودن، هر گونه کامنتاری ها نوشتن، چون که از زندگی شخصی من کلا بی‌خبر است. بله درست است. عبدالرحمن، ما تو جای خبر یافتیم و حتی همدردی خود رو بیان کرده بودیم. دخترچه‌تان گذشته بود. وقتی با نفرانی که فرزند خود رو از دست دادند میشینیم، میگویند که درونمان پر از خون است، پر از درد است. تحمل کردن مرگ فرزند برای شما آسان بود؟ راستی بسیار جوانای ما آرزو میکنن که فرزند اولینشون یا همه فرزندهایشون پسر باشن. من نیز وقتی فرزند اولینم به دنیا اومد همه وقت آرزو میکردم که پسرچه به دنیا بیاید. شکر خداوند پسرچه به دنیا اومد. دویمش رو هم از خداوند دویم طلب میکردم که بگذار دویمش هم پسرچه شود، ولی با امر تقدیر دخترچه شد. من با یک دیدن اون مهر و محبتی که به پسرچه هم داشتم با دیدن دخترچه هم دوچند زیاد شد. با یک دیدن پدر و دخترچه خود تمام مهر و محبت خود رو میبخشد. میگویند که دخترچه شیطانک می شود، شوخ می شود و دختران در حقیقت پدران خویش رو دوست می دارند. برای من از دست دادن فرزند به نهایت درد سخت بود. من این را حتی تصور هم نمی کردم. هنگامی به دنیا نآمده بود بسیار طبیبان در ناخنک مشهور گفته بودند که این معیوب است، این زنده نمیماند، این رو گیرید، این رو تولد نکند زنتون. ولی ما تکیه به ذات پاک کردیم. تمام اون تشخیص هایی که دکترانی که دیده بودند و کودک ما رو معیوب برآورده بودند دروغ برآمد. یعنی کودک ما ساق و سلامت به دنیا آمد، ولی با 1 یا 2 اشتباه طبیب
ما مردم مسلمان تکیه به پروردگار میکنیم، همه چیز رو از خداوند میبینیم. من سخن رو زیاد نمیکنم، فقط یک چیز میگویم: دشمن کس رو گرفتاری بیمارخانه و طبیب نکنم. من فکر میکنم که همین سخن بسنده است برای آدمانی ذکی میفهمیدگی. و در این روزهای سخت بسیار دوستان، شناسان، نزدیکان در پهلوی من بودند، با من همدرد بودند، کمک رسانیدند. از همه ایشون اظهار سپاس میکنم که در چنین روزهای وزنین در پهلوی من بودند و به من کمک رسانیدند، هم کمک مادی و هم کمک معنوی. و امروز شکرانه خدا شما دوباره به کاری معلمی خود برگشته. بله، من تا همین لحظه در اینترنت در یگان برنامه اقرار نشده بودم که من در یکی از دانشگاه‌های بانفوذ تاجیکستان به حیث آموزگار کار میکنم. امروز در این برنامه من با یک دل پر، با یک خاطرات نیک، با یک افتخار میگویم که من در یکی از دانشگاه‌های بانفوذ کشور، دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، مدت 13 سال می شود که به حیث آموزگار فنهای اقتصادی کار و فعالیت میکنم. و نگفتن امانت که چند قبل رساله نامزدی خود را نیز حمایت کردم و در نصیب قسمت هم باشد شاید که ماهای نزدیک دیپلم نامزد علم اقتصاد را نیز سزاوار کرد. مبارک باشه. تشکر زیاد. عبدالرحمن، وقتی شما در یوتیوب برنامه میکردید شاگردانتون شما رو هنگامی درس دادن نمیگفتن که استاد ما شما رو دیدیم در فلان جا فلان سوال داده؟ خیلی بودن حالتها؟ بعضا حالتها وقتی وارد اودیتور میشدم بعضا دانشجویان حیران میشدن، میگن که این همون بلاگر است، این همون راوی یا ژورنالیست نیست. بعضا اقرار نمیشدم، میگفتم که نه شما به کسی مانند کردید، ولی در رفت درس، در رفت فعالیت البته که میفهمیدن، میدونستن. و من اون برنامه 10 شرطه پیش بود، دیگر برنامه های هجویه که بود، تصمیم گرفتم که پره دیگر به این برنامه ها دست نزنم. بعد مخلصان تنها از من فقط برنامه های تربیوی، برنامه های جدی رو میتونن انتظار شد، چون که من شخصا برای خودم دیگر تهیه کردن چنین برنامه ها رو روا نمیتونم. بار احساس کردید که دشمن داره در اطراف خود؟ میدونید با اونها رو میشناسه؟ من فکر میکنم که عادی ترین انسان دشمن دارد، نه بسته از اونه که وای وظیفه دارد، منصب دارد، مشهور است. حتی انسان های عادی هم دشمن دارند. انسان به دشمن نمیشود. من همگاه احساس میکنم که دشمن دارم، حتی بعضی ها رو میشناسم، ولی همه اون گپ و آوازه و خبرهایی که نسبت من و حیات شخصی من میکنند و به من فشار میارند، بعضی نفران در کامنتار یا سخنهای قبیح می نویسند، من همه اونها رو به ذات پاک می سپارم. بگذار خداوند خودش هر یک اونها رو سرشته کند. من تا امروز به پشت کسی خنجر نزدم، کسی رو در نبودنش غیبت نکردم. من یک خصلت دارم، بسیار همکاران، دوستان همین خصلت ما رو تعریف هم نشود دوست می‌دارم. فقط در روی همون آدم کمبودیش از چیزش هست در رویش میگویم. از این خاطر این خصلت ما رو دوستان و نزدیکان و همکاران دوست می‌دارن، میگن که عبدالرحمن ما تو رو به اون خاطر دوست می‌داریم که در روی آدم سخن رو میگویی. اما این چیز رو به خوبی قبول نمیکنن. بعضی ها خوب قبول میکنن، بعضی هایی که زودرنج هستن از من میرنجند، قهری میکنن، ولی با مرور زمان فکر میکنم که درک میکنن، چون که میگن بهترین دوست نفری است که سخن کمبودی تو رو در روی تو روبرو گوید، نه اینکه چون شانه مو به مو گوید. من فکر میکنم که بگذار از من خفه هم شود، من در روی همون نفر شناس دوست کمبودیش رو میگویم تا که او از من نرنجد و از پای اصلاح شود. من میدونم که من هم کمبودی دارم، انسان ها به کمبودی نمیشوند، ولی
دوستان، نزدیکان، شناسان باید که کوشش کنند که رفیقان خود را، دوستان خود را به راه درست هدایت کنند. بهترین. عبدالرحمن شما گفتید که دیگر برنامه‌های 10 شرطه و دیگرهایش در یوتیوب پخش نمی‌شوند. یعنی شما گفتن می‌خواهید که شما از دنیای یوتیوب می‌روید؟ من قریب که رفتم و باز برگشتم، چون که فضای یوتیوب در برابر دیگر انسان‌های که چیزهای حجوی و بداخلاقانه پهن میکنن، بعضی نفرانی هستند که در حقیقت اونا دانشمند هستند، انسان‌های خوب هستند، تربیتگر هستند. من پره از یوتیوب کنده نشدم. من بعد تصمیم گرفتم که برنامه‌های تربیوی و جدی پیشنهاد کنم که بگذار اودیتوریای من نفران تو 18-20 ساله نیو، بگذار تو 70-80 ساله باشد که برنامه‌های ما را تماشا کنند. یوتیوب کانال شما از بین رفت؟ یوتیوب کانالم رو من دروغ گفتن نمیخواهم، فروختم. مشکلی زندگی بود، به من مبلغ لازم بود. این زمان یوتیوب کانال ندارم. تصمیم گرفتم که یوتیوب کانال نو کشویم، الکی کشودم و فقط یگان ویدیوی جالب یا برنامه تهیه نکردم. هنوز فکر دارم که چی پیشنهاد کنم. شما رو برزمی معلم بودن، شاعر بودن، آهنگساز بودن، باز همچون آوازخوان خوب میشناسن. چرا دیگر سرود نمیسرایید؟ راستی با توی ها نمیروید؟ بعد از زمین مرگ دخترچم قریب که نه به توی میروم نه سرود میسرایم. پیش افیر میکردم به توی ها هم کم کم دعوت میشدم، به کنسرت ها، بانکت ها میرفتیم. تا حال به خود ناومدم. بسیاری ها نوشتن که شما دیگر سرود نمیخوانید، ترک صحنه کردید. من نیت دارم که ترک صحنه کنم، فقط یک نقشه دارم. همین نقشه هم عملی شود، شاید که دیگر من تماما در زندگی سرود نخوانم. چی نقشه باشد میفهمید؟ من تا حال بغیر از سرودهایی که خودم ایجاد کردم، اینچنین بعضی سرودها رو بازخوانی کردم، از دیگر هنرمندان رو تکمیل داده. حالا یک آلبوم جدید آماده دارم، کرده ایستادم. همگی سرودهای خودم است. یگان سرود، یگان آهنگ از دیگر هنرمند به قول دزدی نیست. نیت دارم که همین آلبوم رو آماده کنم، یک کنسرت خود رو در شهر دوشنبه، کنسرت آخرین خود رو پیشنهاد مخلصان و دوستان و نزدیکان کنم و با همین به هنر آوازخوانی خود نقطه گذارم. یادم اومد که شما چند سال قبل وقت زمانی که روی صحنه برآمدید، در تالار فیلارمونیا باشد، در تالار دیگر باشد، کنسرتی پرشکوه برپا نمودید. ولی در تالار جای سوزنزنی نبود. اینقدر آدم ها آمده بودند. چون حالی شما جوانی نورا بودید، شما میخواهید که در آخر نیز به دسترخوان سند امین گذارید. من اولین کنسرت خود رو وقتی پیشنهاد مخلصان کردم، حتی یک نواری نداشتم که رولک سازن، ولی دوستان و شناسان و نزدیکان و همدهگان، مردم سربلند دهه چهارباغ نوی همدانی، بسیار همکاران و شاگردان دستگیری کردن. در تالار فیلارمونیا دولتی تاجیکستان سال 2013 بود. وقتی کنسرت رو ما برگزار نمودیم، گفتی شما که تالار پر از مخلص شد، دیگر جای نشست نبود و بسیار یک آهنگساز شاعره خوبی ما روزنامه نگار شناخته شاعر بانی رحیم جان دعوتی بودند و وقتی که روی صحنه برآمده تالار رو دیدن در حیرت ماندن و گفتن که من احسن میگویم به عبدالرحمن که حتی یگان کلیپ نوار ندارد و بعضی هنرمندان مشهور نمیتوانند که تالار فیلارمونیا رو از مخلص پر کرده باشند، ولی او توانست که این تالار رو پر کند. مهم دل پاک داشتن در کار، با انسان ها با هنر، با شعر، با یک مهر و محبت و صداقت مناسبت کردن در کار. من فکر میکنم که همین مهر و محبت و دوستداری و صاف دلی بود شاید که همه مرا دستگیری کرد و نیت دارم، آرزو هم میکنم که کنسرت آخرین من هم مثل کنسرت اولینم باشه. بهترین. عبدالرحمن، هر باری خماری فرزند، خماری دخترچه‌تون بیاد، شما در تنهایی گریه میکنید؟ من گریه میکنم
میگن که پدر درون میسوزد و سوختن خود را به دیگران نشان نمیدهد. مادر سوختن خود را نشان میدهد، اشک میریزد، ماتم و ناله میکند، ولی پدران بسیاری ها درونی میسوزند. البته گاه و وقتا به فکر فرو میروم و از خداوند هم طلب میکنم که آینده ما نیک باشد. اصلا من انتظار هم نبودم، چنین باور هم نداشتم، ولی میگن هرچی که دل خواست نه اون میشود، هرچی خدا خواست همون میشود. خواست خداوند چنین بوده است و اون یک کودک معصوم بیگناه است که جای او در بهشت است و موافق روایت ها و حدیث ها فردا روز قیامت دستگیر ما خواهد. من آنچه که خداوند به سر من میارد شکرانه میکنم، هیچ وقت شکوه و گله نمیکنم، تکیه به خداوند میکنم، چون که این همه طبیب و دارو و درمان تا خداوند نخواهد هیچ سود به درد ما نمیبخشد. تماشابین عزیز، این یک روزگار ناروشن عبدالرحمن حکیمزاد بود که چند مدت ها کم پیدا بود. از آدمان میگریخت، به زنگ ها جواب نمیداد و خود را در یک گوشه تنهایی گویا محکم کرده بود و اینک با فرصت مناسب دست داد که ما او را پیدا کنیم، درد و داغ و سیر و اثر زندگیش را نه بلکه به من بلکه به شما نیز قصه کند. این بود برنامه نو به نو با چهره هنر. با شما بودم در برنامه. من رستم عظیمی. از آمدن شما به برنامه بسیار شدم. چه پیغامی دارید در آخر؟ در آخر بار دیگر به شما تشکر میگویم. به همه یار و دوستان، همکاران، همکسبان، شاگردان که در لحظه های وزنین حیات در پهلوی من بودند، با من همدرد بودند، کمک کردند، اظهار سپاس میگویم. با تمام علاقمندان هنر خود، مخلصان، دوستان و برادرانی که مرا میشناسند، یک خواهش دارم. با کانال نو من که در زیر ویدیو گذاشته شده است ابونه شوید. برنامه های جالب، نویگری های ما را تنها از این کانال بعد میتوانید که تماشا کنید. با امیدی که همگی سلامت و خوشبخت باشید. با شما خداحافظی میکنم.